قراره که دو تا گوشی رو با هم دیگه مقایسه بکنیم تو بازه قیمتی 9 تا 11 میلیون تومان از سامسونگ و شیائومی. گوشی اول سامسونگ A34 با یه چیپست غول، نمایشگر سوپر امولد، یه باتری خفن که این رنگی هم که به ما دادن در واقع خیلی خوش رنگ و بانمک و رنگین کمونیه توی نور. و ردمی نوت 12 پرو 4G با یه نمایشگر امولد 120 هرتزی، سی پی و جی پی یو قابل قبول و سرعت شارژ خیلی خفن که روی کاغذ باید بگم که این دوتا گوشی خیلی شبیه به همن، اما بیاید بریم جلو با همدیگه مقایسهشون بکنیم، عملکردشون رو ببینیم که فقط به کاغذ یا نه این توی در واقع واقعیت عملکردشون به چه شکله و در نهایت اینکه کدومشون ارزش خرید بیشتری داره. وزن گوشی A34 حدود 199 گرمه و پنل پشتیش جنسش از گلستیکه، یعنی تلفیقی از پلاستیک و گلسه و هر دو تا پنل پشتی جلویی هم از گوریلا گلس 5، 3 تا رنگ هم داره. گوشی 2 سیم کارت هست، البته میتونید به عنوان در واقع میکرو اس هم ازش استفاده بکنید. طراحی های گوشی های جدید سامسونگ رو من خیلی دوست دارم. لبه هاش تخ شده و حس استحکام بیشتری داره تو دستت که میگیری و این گوشی هم مثل همه گوشی های سامسونگ تو سال 2023 که طراحی کرده مثل A54 یا S23 FE شبیه به ایناست و خیلی طراحی به نظرم جذابی دارن. LCD 6.6 اینچی سوپر امولدش با گوریلا گلس 5 محافظت میشه و استاندارد IP67 رو داره، یعنی در برابر گرد و غبار و آب مقاومت داره. بریم سراغ ردمی. 2 گرم سنگین تره، 201 گرمه وزنش، بدن کاملا پلاستیکی، توی 4 تا رنگ عرضه میشه. اون استحکامی که توی گوشی A34 هست میشه گفت توی در واقع 80% توی ردمی هم هست، ولی واقعا توی طراحی دوربین‌های جزیره تور سامسونگ واقعا جذاب‌تر و طراحی مینیمال تری داره. گوشی 2 سیم کارت از میکرو اس پشتیبانی نمی‌کنه، جک هدفون داره، هیچ استانداردی، هیچ گواهی IP نداره و خب این یعنی مقاومتش در برابر آب و نفوذ گرد و غبار مقاومتی نداره. ردمی یه صفحه نمایش 6.6 اینچی 120 هرتزی داره، روشنایی دالبی ویژن رو پشتیبانی میکنه، ولی توی برایتنس کاملا مشخصه که سامسونگ عملکرد بهتری داره. شاید سلیقه‌ای باشه ولی خب من نمایش رنگ ها رو توی سامسونگ خیلی بیشتر دوست دارم. البته یادمون نره که سوپر امولد برای سامسونگه، یعنی تخصص سامسونگ ساخته نمایشگره. سامسونگ اندروید 13 و وانیای 51 رو داره. نکته جذابش اینه که سامسونگ قول داده که تا 5 سال این گوشی رو پشتیبانی میکنه و این یعنی اینکه شما احتمالاً تا اندروید 17 رو بتونید توی این گوشی داشته باشید و تجربه کنید. و این نرم افزار روی چیپست مدیاتک دایمنسیتی 1080. این ورژنی که ما تست کردیم با حافظه 128 گیگ و رم 6، البته ورژن 256 و رم 12 گیگ هم داره. در مقابل ردمی اندروید 13 و میوای ورژن 14 رو داره. به طور رسمی نه، اما چند تا جا گفته که تا 2 سال گوشی ها رو از نظر نرم افزاری ساپورت میکنه. این ورژنی که دست ماست رم 8 و 4 گیگ هم اکستندد رم داره با 256 گیگ حافظه. حالا بریم سراغ تستش و من اینجا از سپاس خواستم که بررسی بکنه، تست کنه و نتیجهش رو بیاد به ما بگه. اول اینکه ما هر دو تا گوشی رو روی دمای یکسان و شرایط یکسان تست کردیم. اول رفتیم سراغ بنچمارک 3D مارک. اول اینکه بگم خیلی به این بنچمارک اعتمادی نیست، چون که خیلی گوشی‌ها رو تحت فشار نمیذاره و کل زمان استرسی که میگیره 20 دقیقه است. ولی خب چون چیز ترندیه ما روی گوشیامون که قراره تستش کنیم رانش میکنیم و نتیجهشو میگیم. اول اینکه روی هر دو تا گوشی نصب کردیم، استرس تست گرفتیم از هر دو تا گوشی. سامسونگ توی دما و توی فریم ریت خیلی بهتر عمل کرد، ولی توی استابیلیتی و توی باتری هر دو تا گوشی عمل کرده یکسانی داشتن. بعد از بنچمارک مستقیم رفتیم سراغ بازی. 2 تا بازی خیلی سنگین رو انتخاب کردیم، آسفالت 9 و گنشن ایمپکت. اول آسفالت 9 رو روی سامسونگ نصب کردیم. سامسونگ عالی رانش کرد، روی بالاترین حالت گرافیکی، درگیری جی پی یو بین 80 تا 88% بود و بالاتر نمیرفت و خیلی نکته مثبتی بود. البته بگم آسفالت بسیار خیلی بازی بهینه‌ایه. بعد رفتیم سراغ ردمی. روی ردمی هم مشکلی نداشت. یه مشکلی که توی ردمی دیدم دما بود. دما بسیار نوسان داشت و تا 41 درجه بالا میرفت. البته پشت گوشیشون پلاستیکی بود، خیلی حس نمیشد. بعد از اون رفتیم سراغ تقریبا سنگین ترین بازی که الان توی بازار است، گنشن ایمپکت. گنشن ایمپکت روی سامسونگ اول با همون گرافیک دیفالت اجرا کردیم و واقعا بازی افت فریم داشت. جی پی یو رو 100% درگیر می‌کرد. به خاطر همین گرافیک رو تا آخر آوردیم پایین و بازی روون اجرا شد و همینی که یه گوشی 10 میلیونی
گنشن ایمپکت رو اجرا میکنه خیلی باحال بود. شما میتونید کامل بازی کنید و هیچ مشکلی پیش نمیاره. روی ردمی هم راستش دیگه چون فهمیدیم اجرا نمیشه از همون ابتدا گرافیک رو آوردیم پایین. لودینگش خیلی طول کشید ولی بازی بازم اجرا شد، روون بود. یه جایی جی پی یو رو 100% میکرد ولی بازم ردمی توی گنشن ایمپکت هم مشکل دما داشت و دماش تا 42 درجه بالا میرفت، چیزی که تو سامسونگ دیده نمیشد. گنشن ایمپکت سنگین ترین بازی این روزاست و خب همینی که هر دوتا گوشی تونستن اجراش کنن واقعا نکته مثبتیه. در کل سامسونگ عملکرد بهتری داشت. تو بخش دوربین باید بهتون بگم که به نظرم عملکرد سامسونگ خیلی بهتره، با اینکه رو کاغذ شاید سنسور و مگاپیکسل ردمی بیشتر باشه ولی در واقعیت عملکرد سامسونگ خیلی بهتره. تو نور معمولی میتونه عکسای شارپ‌تری رو ثبت بکنه، رنگ‌ها گرم‌ترن و عملکردش تو پورترا هم که عالیه. دوربین سامسونگ روی سنسورش لرزشگیر اپتیکال داره، یعنی شما زمانی که بین لنزا جابجا میشید یا همونطوری به صورت معمولی تا 3 برابر زوم میکنید تا حدودی جلوی لرزش رو میگیره ولی توی ردمی همچین چیزی رو نداریم. تو عکاسی شب هم اگه دستتون خیلی نلرزه روی حالت نایت مود میتونین عکسای خیلی خوبی رو ثبت بکنین و اگه سپایه هم داشته باشین که دیگه عالی میشه همه چی. میزان رنگ و نوری که به تصویر میده واقعا قابل قبوله و یه ذره ممکنه حس کنید که رنگا مثلا انگار که نمیدونم انگار خیلی زیادی اضافه شده ولی رنگا همونطوریه که میبینید، آزاردهنده نیست. عکسای شب ردمی هم که با توجه به میان رده بودن گوشی به نظرم بد نیست، فقط یکم زیادی معلومه که نرم افزاری رنگا توی عکس پاشیده شده و انگار طبیعی نیستن. بریم سراغ بخش باتری. سامسونگ A34 ما بین گوشی‌های میان رده سامسونگ واقعا عملکرد خیلی خوبی داره. یه باتری 5000 که با 25 وات شارژ میشه، 50%ش تو نیم ساعت و 68 دقیقه هم طول میکشه که به 100% برسه. از شارژر وایرلس هم پشتیبانی نمیکنه. اگه همه چیتون هم روشن باشه، اینترنت و بلوتوث و نور صفحه هم روی مدیوم گذاشته بشه، تقریبا یک روزو میتونه براتون کار کنه که این خیلی خوبه. بریم سراغ ردمی. باز همینجا یه باتری 5000 داریم، اما نکته جذابش اینه که داخل جعبه ردمی یه شارژر 67 واته که توی 44 دقیقه تا 100% شارژ میشه. از نظر سرعت شارژ دهی قطعا نمیتونه با سامسونگ رقابت کنه و عمر شارژ دهیشون البته باید بگم که یکسان تقریبا. اینجا هم باز از شارژر وایرلس پشتیبانی نمیکنه. نتیجتا هر دو تا گوشی تو رنج قیمتی که دارن از بهترین های خودشون هستن و باید ببینید که چه فاکتوری مهمتره براتون، بخش دوربین، بخش باتری، سخت افزار و برید سراغ اون گوشی. من به شخصه چون سالها کاربر سامسونگ بودم سامسونگ A34 رو انتخاب میکنم، اعتماد بیشتری به سامسونگ دارم، ولی شما به من بگید که انتخابتون چیه، تو بخش کامنت ها حتما بنویسید. سامسونگ یا شیائومی. مرسی که تا پایان همراه بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.